با 2000 لیر میشه خوراکی رژیمی گرفت برای مدت مثلا 2 هفته 3 هفتت بره. امروز میخوام برم اینو تست کنم. بودجم فقط و فقط 2000 لیره، به خاطر اینکه 11-12 روز مونده تا یوتیوب پولمو بزنه و حقیقتاً بازم خوب پیش رفتم به نظرم. بازم من یه مدیریت مالی داشتم. ما باید خیلی زودتر از این حرفا این جیبمون خالی میشد، ولی ایشالله میخوام تا وقتی که برسم به سر ماه، یعنی به وقتی که قرار یوتیوب پولمو بزنه، دوست دارم پولم تموم نشده باشه. نمیدونم تا چه حد امکان پذیره، ولی امیدوارم که امکان پذیر باشه. اوف. آقا من لباس ندارم یا فکر میکنم که لباس ندارم؟ نمیدونم، بین این دوتا موندم. آیا من واقعا لباس ندارم یا فکر میکنم که لباس ندارم؟ که به نظرم واقعا لباس ندارم. میدونی با کی دارم میرم بیرون؟ میدونی با کی دارم میرم خریدمو بکنم؟ احتمالاً میدونی، ولی من دیگه بهت نمیگم. رفتارات منو تراماتیزه کرده خانیومی. اگه اینجوری رفتار نمی کردی شاید تا الان 10 بار بهت گفته بودم. تو باعث میشی که من دیگه همه چو بهت ندم. نه، من به تو خیانت نکردم. تو هلم دادی، اون منو گرفت. توی این دوره که تو شرکت کردم دئودرانت هم نباید بزنم، مام و دئودرانت و فلان و اینا. حقیقت تو این گرما من نمیتونم بقیه رو خفه کنم. حالا ممکنه بتونم خودم خفه شم، ولی بقیه رو نمیتونم خفه بکنم. بخاطر این کار انجام ندادم، ولی حداقلش اینه که اینو رفتم طبیعیشو گرفتم. وای روش فکر کنم بابا پایینه داره زنگ میزنه. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nigar. آب و نمیدونم کلن 100% آب. نمیدونم چرا چیزم زبونم گرفته. من خیلی دوست دارم. این چیه؟ اونه کیا؟ فکر کنم این همونه که توش خیلی خوشمزه است. نه بیبی، آها بیبی پاتیتو. بچه ها من چرا نمیتونم حرف بزنم؟ این با 100% آب اناره. نمیدونم بگیرم برای خودم اینو. اوه نه بابا، با 2000 لیره. این چیزاییه که من دوست دارم، ولی ببینیم چنده. اول بذار چیزایی که مهمه رو بگیرم. با نه عاشق اینا هم. آیس موکا مارک همون خود هاراس مارک فیل مارکته. تا پنیر ماسکارپونه، ولی الان هیچی نمیتونم باش درست کنم که من برای فعلا نمیخرم. ایشالله یه بار دیگه دوباره اگه منو بیارم بعضیا 50 روز دیگه، این فکر کنم 50 روز دیگه بشه ارشادیان اینجا باشه میره دیگه. آها ولی چنده سوزمه کاجو؟ 325. بذار بگیرم. نظرتون چیه؟ اینو وگانا به جای ماست استفاده میکنم. ببینیم. من باز وگانم. این چیه؟ این آناناسه. پروبیوتیک آناناس وگان. نگاه کن. این سومونه. بعد اینجوری سیخش کردن. با پیاز و میاز و این چه پرتا شده تروک سومون.
یکی داره اینجا. این میدی است. آره این میدی است. این صدفه. بود خوبه. عاشق اینم. اینم که بومبول کالیفرنیا. به به. این فکر کنم بتونم بخورم ها. خیلی چنده؟ گرونه. 2000 لیره بیشتر میشه. اینا رو خیلی کنجکاوم بگیرم ببینم چه مزه‌ایه. خب فکر کنم وگانم باشه ولی 369 لیر. 370 لیر کذا جاتونش. اوه موچی ها رو ببین. موچی دیگه مرد نیست تو ایران نه؟ تازه اینجا مرد شده. çok güzel. اینم چیزشه. بذار رژیمم تموم شه میام میخرم. خب اینو میگیرم 149 لیره. برقا رفت. این هست کلاژن، توش کلاژنه خب ولی نمیدونم گلوتنسیزه یا نه، بدون شکر یا نه. 300 لیتر چون نمیدونم فعلا بذار بمونه اینجا تا بعدن که برق اومد نگاه کنم. فعلا برق نیست. آها برق اومد. Bunun tadı acaba nasıl? Tam yulaf unu. Tam yulaf olunca içinde şey olmuyor mu? Siyez unu var. Ondan sonra bunu mu alsam acaba? Organik keçi boynuzu unu. Olsun bunu deneyelim. Çıkartamıyorum. Şunu al. Niye badem unu? Yok. Çünkü 325 TL. tabii onu. Ha bak burada da var badem unu. 250. Glutensiz un var zaten bir kere. اینا مال بچه هاست. Bunlardan alayım mı Rojbine? Yer mi sence? شکلات بدون شکر و وگان اینجا می داشت اینا بعد می بود که فکر نمی کنم اینم bu Dubai çikolata. Ya bir zamanların aşkı. Ne? Denemek mi isterim? Deneyemem ki ama sana denettirmek isterim al. Bu ne? Çikolata kaplı hurma. Koşuyor kendine değil mi? Dur bakalım. Sütlü. Ama vegan değil. Evet şekeri falan her şey var. Bademli sütlü. Gene vegan değil. Antep fıstıklı. Gene vegan değil. Tablet çikolata. Bu da mı vegan değil? Tamam. خیلی خاموش کنه الان. Tamam. بس. فرقش با این چیه؟ این لاکتوزسوز vegan. Ha این بدون şekere. Okey. Canım mama. Babana söyle çıkarsın. Herem جوری گیج میره که اصلا گرفتم اینه و شامی که گرفتم و اینا رو هم نمیتونم بخورم. ذرت نمیتونیم بخوریم. یعنی گوجم و پوستش رو جدا کنم. ببین این شکلمه ترکی است. ببین همه چی رو خیلی سریع تموم میکنن. یعنی اصلا نمیذارن که اینجا این پسر است اومده برای دوست دخترش خرید کنه. واقعا پشمام. این بود نه ولی خیلی گرونه. این بود خیلی ترند شده بود. گرونه نمیخرم. فعلا نمیخرم بعدا میخرم.
سلام بچه ها، چطورین؟ سرم حسابی گیج میره و بدنم بیحاله. نمیدونم به خاطر رژیم است، خاطر کمخونیه، به خاطر دندون بدبخت عقلمه که داره سعی میکنه بیاد بیرون اما نمیتونه بیاد بیرون و به خاطر همین به همه جام درد میکنه، گوشم درد میکنه، اینجا درد میکنه. با میشه بری پایین برای من آدامس بگیری؟ یادم رفت. تو رو خدا اصلا امکانشون آخه نداره. چرا؟ برای که اصلا حالشو ندارم برم. خب کاش بابای جالبی میبودی. آره بابای ناجالبی هم. خب بچه ها بابام داره چیزا رو میگه، من خودم میرم پایین الان. وای. خب بچه ها بیا اینجا ببین. بچه ها یه دونه از اینا گرفتم. خب کره بادوم زمینیه بدون شکر و بدون اینا چیه؟ این کرفته؟ آره کرفس گرفتم. کرفت کجا؟ کرفس فیله مارکت. نه مال کجاست اون کرفته اینجا؟ ماکارونی تنبودای گرفتم. نه دیگه اینجا خب از فیله گرفتم. گرانولای گلوتنسیز گرفتم بدون گلوتن و وگان. هم وگانه هم گلوتنسیزه. من با کلم میشتم. بعد این میدونی چیه خیلی برام جالبه که بدونم چیه. فردا باشه چیزی درست کنم ولی نمیدونم اینجا میتونم بذارم یا نه، چون واسه اون یکی یوتیوبم که زبان اصلیه امشب بعد برم بشینم کلی انگلیسی تمرین کنم برای اون یوتیوبم. خیلی اون یوتیوب داستانه. میدونی چیه؟ ماست بادوم هندیه. خیلی برام جالبه ببینم چه مزه‌ایه، به خاطر همین بازش من میکنم. که ماست برای انداخته بودم. نه اینو چون دیدم برام جالب بود. عشقم دستت در نکنه که ماست انداخته بودی. بوی بادوم هندی میده. ببین چه مزه‌ایه. مزه هم بادوم هندی و اینا میده. جالبه. حالا باز یه چیزی درست میکنیم ببینیم چیه. 300 خورده بود، اونقدر گرون نبود. یعنی من میتونم اگه مثلا رفتم فیله بخرم اینو هم بهتون میشونم کنم اگه رفتیم فیله مارکت بخریم. بعد اینو گرفتم. باز اینم آناناسیه. خب فردا با هم دیگه امتحان میکنیم. اینم وگانه و آناناسیه، پروبیوتیکه. خب اینو بذارم توی یخچال. یه دونه هندستان جویزی شکرسیز بدون شکر گرفتم. میزنم بیرون، خودشم گذاشته بود بیرون. البته محیط اونجا خنک بود ولی اشکال نداره. یه دونه از این میوه ها گرفتم که اینو باید با دستکش مثل این که بازش کنیم و توشو بخور. بابا این کار بابام. دیگه چی گرفتم؟ برای روژبین اینو گرفتم. خب آها این میوه رو گرفتم. دلم هم نمیاد بخورم چون میوه ستاره، چون با ارشادیان گرفتیم. بعد اینا رو من آوردم. خیلی حس بدیه بچه ها. مثلا قبلا کیسه هاتون رو با همدیگه یه جا میذاشتین، الان چون میدونی که خونه های جدا جدا میخوایم برین کیسه ها رو جدا جدا میذاریم. واقعا سخته. اینا جفتشون هم وگانن و بدون شکر و بدون این نمیدونم بدون شکره یا نه. خب یه همچین چیزیه که نمیتونم بازش کنم. نه کن اینجوریه. بذار بازش کنم. نمیدونم سرم به خاطر اینکه اعصابم خوب شد گیج میره، به خاطر نمیدونم سرم به خاطر چی گیج میره ولی خیلی گیج میره.
معدم درد میکنه. نمیدونم همه اینو به خاطر اینه که مثلا اعصابم خود شد از این شرایط یا نه. اوه çok tatlı. سلام عشقم. مرسی. روژین بیا اینو امتحان کن، من که نمیتونم. بابات گرفت خودش بخوره ولی دیگه اوه کرست. آره گفتم حتما تو هم از این خوشحال میشی. این نمیدونم شکر داره توش یا نه. آره شکر داره، نمیتونم بخورم. اینو میتونی بعد با دستکش اینو باز کنی. یه تیغش داره. آره آره. چجوری؟ دستکش با اون دستکش نه، با یه دستکشی که تیغش نره تو دسته. یکی رو کامل داره. ما داشتیم دعا میکردیم یا میکا خب اومد قشنگ فهمید که داره فرزانه دعا میکنه. آمین عزیزم. اوکی بابا آرده بدون گلوتن و وگان. ببینیم چند روز میتونیم. اینو بعد بابام بیاد باز کنه، من نمیتونم. خب چون من آدم اگه خالش بره تو دستم دیگه داستانه. اینم این میوه چجوری خورده میشه نمیدونم که، خدا شاهده نمیدونم. بذار قاچش کنم اینجوری. چی؟ یعنی همینجوری خورده میشه؟ اینطوریه؟ با پوستش خورده میشه یعنی؟ مزه خیاری میده که بهش سیب و کیوی و توت فرنگی مالیده باشی. آره دقیقا جالب بود. مزایم توت فرنگیه نرسیده میده. شاید بهتر میتونستم بگم. از خریدامون کرفسم گرفت. همه اینا تقریبا 2000 شد. تا ببینیم چه میتونیم بکنیم. مواظب خودتون باشین و من برم واسه خودم آدامس بخرم تا فردا. یعنی تا فردا نه، شما بخواب صبح بیدار شو من میام. آره اشتباه گفتم، من میخوام صبح بیدار میشم من میام، تو نرو جایی. اوکی؟ Evet, o senin ama güzelleştireceğim senin için onu. بعد یه عمری اومدم مثلا یکی از این میوه های تروپیکال استفاده کنم، دستم پر خارش شد. صافتر از صاف شدم. بوندم یiyeceksin. بچه من هنوز نهار نخوردم و اینکه فعلا امروز ولاگمو بذارم تموم میشه بره. 1-2 ساعت دیگه تو اون کانال انگلیسی یه ولاگ میذارم که شاید ببینید قشنگ چی خوردم. دلم خیلی درد میکنه. خداحافظ.